در 92 خاتمی رو نذاشتن بیاد. هاشمی رو هم رد صلاحیت کردن. ولی باز با چابکی و فرصت سازی و مداخله جمعیمون روحانی رو رئیس جمهور کردیم و بازی تندروها رو به هم زدیم. رأیمون روحانی رو جای احمدی نژاد و ظریف رو به جای جلیلی نشوند که یکی از نتایجش برجام بود. الان هم با همه رد صلاحیت‌های غیرعادلانه و اینکه گزینه‌ها محدودتر شده باز میتونیم نتیجه رو تغییر بدیم به 3 شرط. مشارکت رو تا جای ممکن بالا ببریم، فقط به لیست واحد اصلاح طلبان رأی بدیم که رأی بین نامزدهای پرشماری که رأی نمیارن نشکنه و در هر شهر به کل لیست رأی بدیم. مثلا در تهران که 30 نماینده داره به 30 نفر رأی بدیم. نه مثل دوره‌های قبل که تهرانی‌ها به طور میانگین به کمتر از 15 نفر رأی میدادن و باعث میشد نامزدهای جریان مقابل وارد مجلس بشن. قبلا زنجیره انسانی و تجمع‌های خیابانی انتخاباتی رو برگزار کردیم. خوشبختانه الان امکان تشکیل زنجیره انسانی آنلاین هم فراهم شده و میتونیم ازش استفاده بکنیم. چرا خوبه این کارو بکنیم؟ چون همونطور که در فضاهای آفلاین تجمع و همایش و زنجیره انسانی بیشتر از تبلیغات یک نفره تاثیر میذاره، در شبکه‌های اجتماعی آنلاین هم تجمع و فعالیت همزمان بیش از انتشار مطالب جداگانه فضا میسازه. الان سایت تاندر کلپ دقیقاً همین امکانو فراهم میکنه. شما الان در صفحه این زنجیره انسانی در سایت تاندر کلپ با آیدی فیسبوک یا توییترتون یا هر دو از این حرکت حمایت میکنید و اجازه میدید که این سایت در روز 3 اسفند پستتون در حمایت از ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان رو در صفحه شخصیتون در فیسبوک یا توییتر منتشر کنه و این پست به طور اتوماتیک دقیقاً همزمان با هزاران نفر دیگه منتشر میشه و فضای شبکه‌های اجتماعی رو تسخیر میکنه. این باعث میشه در این فضای شلوغ و وسیع آنلاین حمایت‌های پراکنده و انفرادیمون گم نشه، بیشتر دیده بشه، خبر بسازه و تأثیر بیشتری بذاره. شرکت در این زنجیره انسانی آنلاین خیلی ساده است. چند کلیک و 30 ثانیه هم بیشتر وقت نمیگیره. لطفاً عقب نندازید. همین الان وارد این لینک بشین، در این زنجیره انسانی شرکت کنید و از دوستانتون هم دعوت کنین بهتون بپیوندن. الان لیست واحد و کامل اصلاح طلبان برای هر دو مجلس در کل کشور که مورد حمایت آقای خاتمی و همه احزاب اصلاح طلبه در سایت گام دوم منتشر شده. درخواست و دعوت ما اینه که برای کمک به اینکه این دو مجلس تندروهای کمتر و شایستگان بیشتری داشته باشن و برای جامعه کم شرتر و پرخیرتر بشن، هم خودتون به کل این لیست واحد رأی بدین و هم در این تجمع آنلاین شرکت کنید که صدای جمعیمون رو تعداد بیشتری از هموطنانمون بشنون و تا روز انتخابات هم تلاش کنید تعداد بیشتری از آراء سرگردان رو برای لیست ائتلاف اصلاح طلبان جلب کنید. توضیحات بیشتر درباره این زنجیره انسانی و اینکه چرا تحریم این انتخابات نه ممکنه و نه مطلوب در صفحه این زنجیره انسانی آنلاین اومده. وقتی رقابت نزدیک میشه، گاهی فقط چند نماینده میانه‌رو اصلاح طلب بیشتر که با رأی شما میتونن به مجلس برن، میتونن در خیلی از رأی اعتمادها و تصویب طرح‌ها، لوایح و بودجه‌هایی که زندگی مردم رو کمرنج‌تر میکنه تعیین کننده بشن. یا جلوگیری از ورود چند نماینده تندرو به مجلس خبرگان شاید بتونه در انتخابات رهبر بعدی هم مؤثر بشه. علیرغم همه حذف‌ها با نقش آفرینی جمعیمون میتونیم تو این انتخابات هم گام دوم رو برداریم و به تدریج هزینه فعالیت‌های جامعه محور و ضروری دیگه برای بسط عدالت، آزادی، رفاه و دموکراسی رو هم کاهش بدیم. اگه کم نذاریم میتونیم.